الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزتمند، امروز هم که باشه تصمیم گرفتم در بیان یک احادیث از جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم به سمع شما برسانم. طبق عادت پیشین عزیزان دل، از همه شما معذرت خواهی میکنم. شاید در دوام صحبت که من میکنم یکم خطاگی سر بزند. امروز میخوام یک احادیث پیامبر که بسیار حدیثی مهم است برای امروز ما و شما جوانان گوش زد میدهد و پیامبر بر آواز بلند فریاد زد، گفت: ای امتانمون، ای پیروانمون، ایرا خوب درک کنید. اعظم الناس حقا علی الرجل امه، بهترین حقی که بر بالای مرد هست، بر بالای جوانی مسلمان هست، این حق مادرش است. پیامبر میگوید بهترین حقی که بر بالای فرزند دارد این حق مادر است. پیامبر میگوید مادامی که برادران اهل اسلام بهترین حق بر بالای ما پدر و مادر داشته باشد، امروزه در جامعه کم یافت می شود جوانی که پدر و مادر به بهترین صورت احترام کند. به همین خاطر عزیزان دل، پیش از این که پدر و مادر از نزد من و تو دور شوند حسرت بخوریم، پیش از آن که من و تو افسوس بخوریم که مادر در زیر قبر باشد، پدر و مادر باید در زندگی خدمت آنها را کنیم و همیشه هر وقتایی که در حق خود دعا میکنیم در حق پدر و مادر دعا کنیم. علال خصوص بعد نماز، وقتی نماز که ادا میکنیم وقت اجابت دعا هست، در حق پدر و مادر دعا کنیم، به خاطر که پیامبر در دیگر احادیث میفرماید پدر و مادر برای تو در جنت و در دوزخ هستند. اگر پدر و مادر را راضی کردی درهای جنت برای تو باز میشوند، اگر پدر و مادر را رنجاندی درهای جنت به تو بسته می شود، درهای دوزخ به تو گشوده می شود. به همین خاطر عزیزان دل، امروزه در دنیا بسیار مصیبت ها، بسیار ناخوبی ها زیاد می شود. به همین خاطر با صبر باشیم، با تحمل باشیم. هر وقتایی که با پدر و مادر صحبت میکنیم از اونها دعای نیک طلب کنیم، انشاءالله در زندگی من تا پرفیض پربرکت می شود. همچنان که شاعر لایق شیرعلی رحمت الله علیه می فرماید دلم خواهد روم به کوی مادر، وجودم پر شود از بوی مادر. تمام روی دنیا را بگشتم، ندیدم روی خوش جز روی مادر. نگاه که شاعر چقدر زیبا می فرماید همه روی دنیا را گشتم، نه که ای چهره مادر هیچ چهره دیگه ندیدم. عزیزان دل، ایره همه تون می دونید که اگر من و شما بیمارم باشیم، تن صحتم باشیم، مادر من را دوست می دارد. امروزه من و شما زن داریم، فرزند داریم، اندک بیمار شویم، اندک نادار شویم، زنها ما را ترک میکنن، از نزد ما بعضی هاش دور میشون. لیکن اون پدر و مادر است که همیشه غم من و تو میخوره، همیشه در حق من و تو دعاگو هست. در حیاتی که دارم بعضی مادرها را یاد دارم که از غم فرزند جان خود را از دست دادن. به همین خاطر عزیزان دل، پیش از آن که پیش قبر مادر رفته به حسرت گریه و ناله کنیم، در زندگی دعای اونها را بگیریم، خدمت اونها را بگیریم. خدمت پدر مادر فقط به مال هم نمیشه، به سخن شیرین، به دعا، به تضرع پیش پروردگار که الله متعال پدر مادر من وقتی من خردسال بودم اونها برای من شیده، برای یک لقمه نان من شیده، نماز قضا کردن، روزه قضا کردن، چی گناهایی کردن برای یک لقمه نانی که من بخورم. الله متعال ما که کلان شدم مرا کلان کردی، دعا میکنم که پدر و مادر مرا مغفرت کن. به خاطر که دعا کردن در حق پدر و مادرم الله متعال به من تا امر میکنه، میگه به پروردگارت چکا که بسوی پروردگار دعا که طلب مغفرت که برای پدر و مادرت
همچنانه که تو خردسال بودی اونها در حق تو دعا میکردن. چگونه که پدر و مادر همیشه در خردسالی من و تو دعا میکردن، من و تو هم امروز که کلون کشیدیم به وایکی رسیدیم در حق پدر و مادر همیشه دعای نکنیم. دعا کنیم که پروردگار مهربان، گناهی که از پدر و مادر من سر زده است در پنهانی و در ظاهری، الله متعال تو غفور و رحیم هستی، بخشنده و مهربان هستی، اونها را مغفرت کن. این دعا را کنید. و چی نفقه پدر و مادر باشد، چی صحبت خوب باشد، از پدر و مادر دریغ ندارید عزیزان دل. پیش از اون که وقتی که الله او را از ما گرفت دیگه هیچ حسرت خوردن، ندامت کردن، پشیمانی کردن هیچ سود ندارد. و دیگر در دوام حدیث پیامبر میگه اعظم الناس حق علی المرأة زوجها، و بهترین حق بر بالای زن این حق شوهرش است. دختر 18 سری سال پدر مادر کلان میکند، حقی بر بالای دختر 18 سری سال حقی پدر مادرش است. وقتی که 18 ساله میشد به شوهر میدهد، بعداً حقی به بالاترین بر بالای زن این حق شوهرش میستد. به همین خاطر خواهران عزیز، شاید روز این صحبت من به گوش شما رسد، کوشش کنید که بهترین حق بر بالای شما حق شوهر باشد. چکار نکنید حق شوهر را پایمال نکنید. زنهایی که در حدیث پیامبر آمدگی است که سبب دوزخ رفتن شوشید، به دو عمل شید: تکفرن اللعنه و تکفرن العشیر، یعنی لعنت بسیار میگفتن و شوهرای خود را به احترامی میکردن. به همین خاطر خواهران عزیز کوشش کنید که در زندگی امروزه زندگی بسیار مشکل شدگی، زندگی آینه و بیش و کمیست. هر شب بینیگر در آسمان ستاره نیست. همین آسمان نگاه که یک روز ستاره داره، یک روز دیگه نگاه میکنی ابر است. به همین خاطر زندگی پستی و بلندی داره. به اندک ناخوبی های زندگی شوهرای خود را آزار ندهید، به خاطر که پیامبر در دیگر حدیث هم میفرماید رضا و زوج رضا الله، میگه رضاگی شوهر رضاگی الله، غضب و زوج غضب الله، غضب شوهر غضب پروردگار است. وقتی شما شوهرای خود را خشمناک کرده، غضبناک کرده، الله غضبناک کرده. وقتی شوهر قطع معامله خوب کرده، رفتار خوب کرده، احترامش کرده، خرسند کشید، خرسندی الله است. به همین خاطر خواهران دل این حق شوهر چکو کنه ادا کنه. الله متعال خواهان هستم که در اون روزهایی که امروز یک وبای به سر من و شما آمده است، الله متعال به آسانی این را از سر ما دور بگرداند و برای مسلمان هایی که بر این وبا مبتلا شدن الله متعال حکم شهیدی را نصیب بگرداند. و آنهایی که در این روزا مشکلات دارند پروردگار مشکلاتشون آسان بساز. و الله متعال خواهان هستم که بر این حدیث پیامبر ما را عمل کردن، خدمت پدر و مادر را به بهترین صورت انجام دادن و بین زن و شوهر الفت و مهربانی، محبت و مودت بین همدیگر پروردگار مهربان برقرار و بردوام نگه بدارد. آمین.